салом дӯстони гиромӣ, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. Якояки шуморо ба ин канал хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Ва ин дарси 28 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 2, яъне китоби дуюмаш аст. хоб ягон кас бошад агар нависем ки овоз чӣ хел аст. Якум лайки бобогӣ. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Студияи Ҳокимҷон. Ба филм Ҳокимҷони Фархорӣ ҳастен. Хуш омаден. Ташаккури зиёд барои омадантон. хоб як лаҳза. Khob, sad boy, good evening, dear teacher, good evening, welcome, sad boy. Семёте ҷеврасию, сеюм лайк, салому алайкум, ва алайкум салом, хуш омаден. Семёте ҷеврасию, ташаккур барои лайктон. Блекси салом ака, сеюм лайк, ташаккури зиёд Блекси, хуш омаден. Sad boy, how are you? Mood, how are you mood? How are your mood? Your mood. Нафаҳмидам ки sad boy амин ҷумларо тарҷума мекарден. How are your mood? Mood яъне чиро дар назар дорен? Нафаҳмидам. Ноз 2004 лайк, ташаккури зиёд. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. Hello everyone, Black Secret Stay. Hello. ин видеои мо бояд дигар чӣ нишон медод? Чӣ хешид? Mood настроение. Ташаккури зиёд. Sad boy, ташаккур. Black Secret, how are you people? Sad boy, таъбатон чӣ хел аст устод? Беҳтарин аст, беҳтарин аст. Ташаккури зиёд. Ин як калима аз шумо ёд гирифтем. Mood яъне таб. Таб яъне таб. Настроение. ин видеои мо видеои чӣ бояд дошта бошад? خب دلشاد تجه سلام علیکم و علیم هفتم لایک از من تشکر زیاد برای لایکتون و برای آمدنتون. الان طوری شد برنامه. Чун бишти ҷовидон
دنیا تو توانی قدر دوستی خود بدانی در این دنیا تو توانی قدر دوستی خود بدانی ای دوستی جانی باید بدانی ما در برازی سختی ای دوستی جانی باید بدانی من هم راحت برازی شدی مثلا آید اگر هم تو رو من تنها نمانم شدی ای تو شدی ای من و تو من غم را نخواهم تو بدان ای دوستی جانی و تو دوستی جاودانم تو بدان ای دوستی جانی و تو دوستی جاودانم ای دوستی جانی باید بدانی من در برد برازی سختی ای دوستی جانی باید بدانی من هم راحت برازی شدی ای دوستی جانی باید بدانی من در برد برازی سختی ای دوستی جانی باید بدانی من هم راحت برازی شدی خب کی باشد دسترخوان زیبا معلم کانالی مرا یک نشان تین ویدیوی نو مایلش حاضر نشان میدیم دسترخوان زیبا یخماز تیار کردیم من 21 لایک از ما همه ویدیو رو نمیمونیم تو که دهی کپیا نشوه در افیر بهترین بعد از چی کامل می نویسیم بعد از افیر خوش باشد فراها جان چی حال دارین دلشد کتسته سمیت جگرس ویدیوتون دیدم زیبا جان بهترین اومده است خب دلشد ای دوستی جانی باید بدانی دسترخوان زیبا رحمت اپا جان سمیه برسی نامی اساسیتون چی اپا جان اگر مخفی نباشد دلشد دوستان دستگیری کنیم هم دیگر رو مایلی خب said boy dear teacher we are you know in Teje or Russia dear teacher where are you now in Teje or Russia not in Teje in Turkey سیمه تجه برسول زرینه خب رحمت معنی تشکر زیاد خب اکنون می رویم سراغ کتاب می رویم و این درس یعنی آمادگی کم دیده ایم و خواهش میکنیم از برادر سید بای کمک میکنن و از برادر دلشاد بلکسی خب هر کدومی که شما اینجا هستین که جوره که خطا کردیم آگاه میکنین یعنی باز یک بار دیگر اعلام میکنیم که ما زبان انگلیسی رو به شکل کامل و پره و 100% نمیدونیم همون خیلی میدونیم که میخوایم که یک از دیگر رو کمک کنیم دستگیری کنیم همین قدر
خب have رو گرفتیم، فعلی have داشتن. present continuous اومدیم. خب دسترخوان زیبا رحمان معلم تشکر. دسترخوان مفهم. خب لکسی اگر مصطفی ساعتتون زیاد شدن، ساعت ها روزی کم رفته است، یعنی یک هفته پیش 2 هفته پیش مثلا هر روز 50 ساعت 60 ساعت 45 ساعت میدارن. امی از 3-4 روز شد که 3 ساعت 5 ساعت هم خیلی داده است. یعنی نمیدونم مشکل یوتیوب باشه یا که همون روز افیر نکردیم همون سبب، نمیدونم چی باشه. سمیت تجربه رسی خواهی معلم من نماز خونم، وقتی نماز شد از ما مالش به حضور شما نماز خونیم بعداً با در خواهیم بیاین. سمیت تجربه دارم لیکن نامی بچه ما. خب where خب رسم یکم نگاه میکنیم. موضوع امروزه ما present continuous زمانی حاضره دوامدار unit 14 یعنی قسمت 14 هم. what are we doing here یعنی ما چیکار کرده ایستادیم در اینجا. کی میپرسد؟ توتی میپرسد. hasretinle yandı gönlüm. کی با توجه کی میدوند بگین که من نمیدونم چی میشود. hasretinle با حسرت میشود. yandı yan طرف میشود. دش نفهمیدم یا که اون کلمه دیگه باشد. gönlüm gönlüm روسی نفهمیدم مشکل شده جه. خب set boy present continuous زمانی حاضره دوامدار. بله زمانی حاضره دوامدار معین. خب what are we doing here ما چیکار کرده شدیم در اینجا. کی میپرسد؟ توتی میپرسد و در جواب زوی میگه که it's a TV show about pets یعنی این برنامه تلویزیونی است درباره حیوانات خانگی. pets حیوانات خانگی. کارکی we are in it. کارکی we are in it یعنی کارکی ما در همون هستیم، یعنی در مقصد که در همون برنامه هستیم. با کوبا پریوود چیک میبینم. خوب بینین کو چی میشد بعد مرام خبر کنین. بعد در اینجا توتی باشد میگه TV. oh no I'm not wearing my cool jacket. میگه نه من یعنی کاستومی خوبم رو نپوشیدم مثلا. و در اینجا این نواربردار میگه quiet please we are filming یعنی آرام باش خواهش میکنیم یا لطفاً مثلا ما در فیلم برداری هستیم یا ما فیلم برداشته ایستادیم مثلا یا که ما سیامکا داریم مثلا برنامه رو گرفته ایستادیم. خب در این رسم 4 باشد این مرد میگه welcome to Paul's pet talk. This is Zoe and her pet parrot Corky. میگه خوش آمدین به pet talk یعنی برنامه نوعی برنامه است فکر میکنم یعنی حیوانهای خانگی گپ میزنن یعنی با برنامه پاولز در اینجا چی است؟ اسی پازیسیف است یعنی ملکیت است. برنامه حیوانهای خانگی که پاول. This is Zoe and her pet parrot و این زوی هست و وای باشد یعنی اینجا ترجمه پرنده خانگی بگیمش خوب میشه. پرنده خانگی پارات است یعنی پارات توتی. نامش کارکی. و در این رسمی 5 باشد میگه he's flying away یعنی وای پرواز دارد پریده ایستاده است مثلا. away راه میشود فکر میکنم که set boy away راه میشود میخونه. خب یکم ترجمه دیگه داشته باشه خبر ممکنه. he's flying away یعنی وای هر سو مثلا پرواز دارد. where is he going یعنی وای به کجا رفته ایستاده است. خب و در رسم 6 میگیم okay I'm ready now یعنی رفت
کاستوم پوشید عینک پوشید آمد بعد میگه که اوکی یعنی خوب من الحال آماده هستم من الحال تیار هستم مثلا خب لکسی اگر مثلا کانالتون آیا سال زیاد شد یوتیوب آیا صداتون هم میگیرد بله آیا سال زیاد شده که دلشات پریوچیک چون چی میگد اینا چی میگد دیلم با مایلی زیاد سوخت درست است فکر میکنم که نادرسته خب لکسی کانال ما توجیکون تری براتا monetizasiyash hoy shud bale hoy shud bayam Dunya World hello everyone 11th like from me good luck my best teacher thank you hello Dunya World thank you so much sad boy Pavel bale و در اینجا باشد قاعده یعنی گراماتیکی میگه statements یعنی جمله ها positive مثبت negative منفی جمله های مثبت یا جمله های تصدیقی این خیلی می شود I am یا که به شکل اختصار I'm یا که we are به شکل اختصار we are he is به شکل اختصار he is خب I'm wearing sunglasses من عینک پوشیدم مثلا یا که he is going to the shops و به فروشگاه رفته ایستاده است مثلا به مغازه رفته ایستاده است جمله منفی چیه I am not یا که I'm not wearing sunglasses من عینک نپوشیدم یعنی عینک نداختم مثلا we are not going to the shop یعنی ما با فروشگاه نرفته ایستاده ایم یعنی عین حال عین زمان یا اینکه مثلا we aren't یعنی شکل اختصار شده aren't he is not یا اینکه he isn't going to the shop و با فروشگاه نرفته ایستاده است خب time is gold hello teacher and my best friends hello time is gold welcome و در این درونی چالکنجا میگه we use the present continuous for something that is happening now or today یعنی میگه ما زمانی حاضره دوامدار رو استفاده میبریم برای بعضی چیزهایی که اون چیزها عینی حال رخ داده ایستادن یعنی عینی زمان رخ داده ایستادن یا که امروز رخ میدهن مثلا امروز مثلا خب و جمله سوالی am I یا که are we یا که is he یعنی همون verb to be که در بعد از جانشینی های فاعلی می آمد همون verb to be رو میگیم در اول جمله میمونیم am are is میشه جمله سوالی am I wearing sunglasses آیا من عینک داشتم are we going to the shop آیا ما با فروشگاه رفته ایستادیم is he listening to music یعنی آیا وی موسیقی گوش کرده ایستاده است و مثل همین جوابهای کوتاه yes I am no I am not یعنی بله من هستم یعنی که همون کار انجام داده استم no I am not من نیستم نه نیستم مثلا نه یعنی انجام نداده ایستاده ام yes you are yes we are yes they are no you're not مثلا no you're not no we're not no they're not yes he is no she isn't no he isn't مثلا خب بلکسی گفتن hello time is gold how are you دلشوته جو oh brother Muhammad welcome where have you been time is gold hi Black I am fine and you Black C hello Dunya World how are you okay میگذاریم در قسمتی تمرین کار کردن البته یک جای کار میکنیم خب این را کمتر کلام کنیم در اینجا میاد که add یعنی add اضافه کن علاوه کن ing یعنی ing رو اضافه کن and write و بنویس under the correct heading در زیری خب ing write under the correct heading چی می شود heading set boy heading چی می شود time is gold damage time is gold black sea دلشوت ج heading چی می شود heading
خب black sea time is gold I'm okay Dilshot time is gold welcome to English lessons how are you time is gold Dilshot thank you I'm good how are you Dilshot living sad boy dar zeri hamon ro dar nazar dorad sarlavha dast ho شاید سرلوحه شود سرلوحه توقعی میگیرد یعنی من اینجا ندیدم ولی یعنی سرلوحه کسی نویسم اینجا همون رو در نظر دارم سرلوحه شاید شود به خاطر از روی موضوع کتاب نگاه کنیم مثلا در زیر سرلوحه مثلا همین ها رو در نظر داریم ing یعنی که کدام کلمه که ای داشته باشه رو خط میزنیم ing یعنی که دابل کانسونانت دو تا همصدا مثلا ing یعنی همین هیدینگ همین ها رو در نظر دارم همین قطاری بالا رو مثلا سرلوحه دسته ها thank you brother رحمان علی خب play بازی کردن ride راندن run دویدن leave ترک کردن یعنی یک جور ترک کردن و دیگه جور رفتن go رفتن write نوشتن buy خریدن یک لحظه swim شینو کردن آبازی کردن laugh خندیدن sit ششتن close بستن خب انا همین فعل ها در کدام قطار کدامش در کدام قطار میاد مثلا کلمه play رو نگاه کنیم در این قطار اومده است یعنی ing گرفته است تمام playing یگان چی حذف نشده است اما کلمه ride نگاه کنیم ای حذف شده است و ing اومده است یعنی riding و مثل همین دیگر کلمه ها رو شما نکار کنید را ممکنید لکسیر سرلوحه تایمیز گل دسته ها شد تجه thank you brother رحمالی لکسیر living بله living هر یک کلمه رو بگنن و نویسین رو بگنن live living بله درست دل شد تجه living درست go خب sad boy have having go going write writing laugh laughing خب درست چند کلمه را گفتین یک تا اما در اینجا have بود کی sad boy live بود live living یعنی live go write love مصطفی تجه do going بله going می شود دل شد writing بله ای حذف می شود time is good living going writing buying درست black sea writing کی black sea همون ای حذف می شود یعنی پاک میکنیم و دلیل میکنیم و ing میاریم live living نه sad boy همون living ندرست است یعنی living زندگی دارم می شود اما living ترک کرده ایستاده‌ام یا جور ترک میکنی و دیگه جور میرای خب چه میگن در زبان تاجیکی را ترجمهش میکنم ترک کردن میشه فکر میکنم یعنی وقتی که مثلا میگم که I am leaving from here یعنی من از اینجا رو ترک میکنم و دیگه جور میرم مثلا sad boy buying درست right مصطفی دجه writing ای پاک کرده می شود چخیلی که وزی یک نیم بلک سی نوشتن writing خب sad boy swimming بله درست کلمه می دو بار تکرار می شود وقتی که کلمه یک هجاها هست و صدانک همصدا دو مرتبه تکرار می شود swimming درست دلشوت جه swimming درست بله black sea buying درست sad boy sitting درست black sea swimming درست time is gold swimming loving sitting دو بار تکرار می شود sitting می شود
دلشوته جه loving بله closing درست بلکسی هفتم laughing درست دلشوته جه sitting درست دبور تکروشید حرفی ت درست خب فیلم که همشه جواب داده نه Look at the spelling rules on page 109 یعنی میگه برای قاعده های تلفظ با صفحه 109 مراجعت کنید مدو صفحه چند بود؟ 58 خب Write am یعنی که is یعنی که یعنی که are یعنی که ر با ای تنها یعنی همین اختصارهایی که در همینجا آمده است همین ها رو در همین جای خودی نوشتن در کار خب با هم نویسیم مثلا یکمش خودش کار کرده است Look Kark is wearing his cool jacket یعنی وی جاکتی یا کاستوم خوبش رو معذرت دوستان کاستوم خوبش رو پوشیده ایستاده است یکمش دویمش چی میشود They doing a TV show about pets They are they are درست They are doing a TV show about pets درست رقمش نویسیم بعد روی دوستان گرامی دو are بله دو are میشود They are doing a TV show about pets Deaf and brain خب در اینجا چی میاد رقم 3 say are بله درست sad boy Dev and Brain are watching the pet show on TV خب come with us we خب جای خارجی چی میاد خب 4 are بله دستر خانم ما همیجا خب تشکر خب در اینجا are می آمده است come with us we are going to the cinema پنجم hurry up the bus خب the bus جای خارجی چی میاد is بله the bus is leaving یعنی leaving یعنی مثلا یا کنیم اتوبوس اینجا رو ترک کرده ایستاده یعنی مقصد به قشلاقی یعنی لهجه بگیریم اینجا رفته است مثلا اون کس اگر ادبی شبدونه بنویسه بلکسی شش نموده you is نه you is نمیشود you are میشود you are یا که you are یعنی می تواند با شکل پر بیاد می تواند با شکل اختصار شده you are walking very fast wait for me ششم نه اون کس نمیشه ششم you are بله بلکسی you are میشود you are walking very fast یعنی شما خیلی تیز راه گشته هستین wait for me منتظر من بستین هفتم کسی هم جواز هفتم نوشت هفتم جوشید مصطفی تجی هفتم is Please be quiet dad is sleeping بله is میشود درست تشکر مصطفی تجی time is gold 5 is بله درسته time is gold black sea I'm بله هشتم در نظر داشته باشید بله درسته I'm writing a story for the school magazine بله درست You are walking very fast wait for me بله درست دلشو تجی خب این تمرین رو کار کردیم با هم میگذاریم با تمرین دیگر Choose and write negative sentences یعنی choose یعنی انتخاب کن و بنویس شکل جمله منفی را Please be quiet dad is sleeping بله درست خب این کلمه هایی که در اینجا آمده هستند اینها رو ما باید چه کنیم شکلی منفی کنیم یعنی جمله منفی کنیم دنیای رنگین کودکان I'm بله درست خوش آمدین دنیای رنگین کودکان این جمله های تصدیقی هستند جمله های خبری هستند این جمله ها رو میگیریم جمله های
اینکاری میکنیم، جمله های منفی اینکاری. خب یکمش brain isn't wearing his glasses today. یعنی brain عینک خود رو امروز نپوشیده است. خب امروز نپوشیده است. اکنون رقم 2 چه خیال میشود؟ رقم 2 خب دلشوت جا I am writing a story for the school magazine. درست. ما بلوگر تجه 13 لایک. سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. ما بلوگر تجه تشکر برای دستگیریتون. بلکسی دویون The boys isn't eating. خب یک لحظه. The boys isn't نوتوری است که isn't نوتوری است برای که شکل جمع است در اینجا. Do aren't بله aren't میشه aren't. The boys aren't their lunch. The boys aren't eat their lunch. They aren't hungry. بله درست. ما بلوگر داشته همه کس سوزیم خوبین. شکری خدا سوزیم خوبیم. شما چون دارین خوبین تنجین دلشوت جه The boys isn't eating isn't نمیشه که دلشوت جه The boys خطان گفتستیم کن یعنی شکل جمعی. ما بلوگر تجه دیر کردم بخشی با کنه داره است بخیر است انشالله. دنیا رنگینی کد کن isn't he. بله isn't برای he استفاده می شود. اما وقتی کامل می نویسین یعنی کدام جمله رو در نظر دارین رقم شب نویسین خوب می شود. دلشوت جه دویم The boys aren't eating یعنی ما حاضر در زمانی حاضره دوامدار قرار داریم. بلکسی دویم aren't said boy چهارم سیوم aren't you aren't doing your homework you are watching TV. درست. چهارم isn't گفتن. چهارم she isn't listening to music. She's writing an email. درست. پنجم به اون کس جواب داد. بلکسی سیوم you isn't doing you aren't میشه که بلکسی you aren't doing. said boy پنجم isn't. پنجم he isn't riding his bike he's skating. درست. رقم 6 بلکسی سیوم aren't میشه درست. دلشوت جه you do homework you aren't doing میشه که دلشوت جه you aren't doing your homework میشه. دلشوت جه درست. بلکسی she isn't چار she isn't درست. بلکسی 5 isn't درست. 6 isn't said boy گفتستن. The cat isn't داوم شنا گفتستین کو isn't چی میاد اینجا کدام فعل میاد یعنی فعلای بالا رو نگاه دارین کدام فعلا میاد. مثلا the cat is not sleeping باشه. بله sleeping یعنی the cat isn't sleeping it's playing in the garden. خب هفتم یعقوب جان سلام برادر امین جان تشکر زیاد خوش آمدین برادر یعقوب جان. 14 لایک. افری نو است. بله ای افری نو است یعنی ای انگلیسی است. بلکسی isn't listening بله درست. time is gold isn't sleeping می شود. isn't sleeping it's playing in the garden. درست. isn't sleeping دلشوت جه درست. بلکسی ششم isn't sleeping درست. دلشوت جه هفتم isn't riding. هفتم حاضر یک لحظه I isn't نمی شود که I'm not می شود. said boy don't در زمانی حاضره ساده استفاده می شود اما در زمانی حاضره دوامدار I'm not می شود. I'm not reading your magazine this is my magazine. I'm not دلشوت جه there isn't swimming. هشتم
They aren't ها they aren't میشه که دلشو تجه isn't نوشتین they aren't میشه they are not swimming یعنی اونها شنا نکرده ایستادن in the sea در بحر it's very cold یعنی خیلی خنک است. خب لکسی I not nest I am not هست دلشو تجه I not reading I am not میشه I am not reading I am not چیز کجا شد reading بله خواندن reading خواندن said boy هشتم aren't swimming they aren't swimming بله درست دل شده جد they are not swimming they are not swimming بله درست let's see هشتم they are not swimming بله درست دل شده جد I am not reading reading یعنی خواندن یعنی riding شما riding نوشتین در اینجا I am not reading یعنی خواندن. دنیا world thanks my brother دل شد I'm here but I changed my work team therefore I can't come to English lesson. Okay, no problem. دل شد تجه I'm not reading خواندن reading let's see I'm بله درست I'm not reading دل شد تجه okay brother محمد. خب اینجا کار کردیم با هم اکنون می رویم سراغ اینجا write questions then match them to the answers یعنی میگه سوال ها رو نویس سپس اونها رو با جواب ها پیوست نما. مثلا یکم تر مایده کردن در کار مثلا نگاه کنیم اول سوال ها رو ترتیب میدیم بعدا جواب ها رو با سوال ها پیوست میکنیم. ما پیشی ای او می نویسم بعد او میخونیش چرا استاد راستی شاید دم هم میخوام میایا یعنی در اکران تلفن هم میخوام آماده است یعنی از نگاه کنین ست بوی مثلا 8 aren't swimming نوشتین پیشش شما black sea نوشته است they isn't swimming اصلا نادرسته اینه که نوشته است دل شد هجی پیش از شما نوشته است یعنی دمه همه خیلی آماده است مثلا که ست بوی. خب یکمش نگاه کنیم is Tom studying for the history test آیا تام برای امتحان تاریخ درس جور کرده است یا که مطالعه دارد مثلا. خب در اینجا این سوال بوده که خب اول بیا سوال هاش را کار کنیم بعدا با جواب ها پیوستشون میکنیم. رقم 2 Mom work today همین رو جمله سوالی کردن جمله سوالی در زمان حاضره دوامدار is mom working today درست کی نوشتین کامنتر بالا میره که ست بوی در تلفن 5 کامنتر جمع میگیره یعنی ایو زیاد وقتی ما بالا میکنم اکران چی را کامنتر رو بالا میبرم کسی با نو بنویسه با پایان میفروه اسپیدا میکنم بخونم شما اینا از دلشو سر میگن دلشو سیم is your writing خب is mom working بله is mom is your mom بنویسین اگر و فیلم خوبتر میشه is your mom working به مادری تو کار کرده است یا که خب مادر هم میشه is mom working درست دلشو تجه is they loving در اینجا laughing is نمیاد برای they is نمیاد دلشو تجه black sea سیوم are you writing سیوم are you writing a letter بله درست black sea ست با یکم به. خب از اول سوالا رو ترتیب دیم یعنی 15 میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوش آمدید نفر 15 دلشو تجه are you writing بله درست یعنی 15 هم لایک جان تشکر زیاد سازه تنجی انشالله شکر خدا سازه تنجیم شما خوب این تنجی نفر 15 ست بوی سیوم are you writing بله آیا تو نوشته ایستاده‌ای 3 بوده 4 جواب دادیم کی بود جواب داد کسی هم جواب داد 4 خب are they laughing بله درست 4 black sea مصطفی تجه are you writing بله درست 5
5 بنویسیم. خب 5 is it raining is it raining. خب the sky is gray is it raining ولی درست is it raining باران میبارد. خب چهارم are they laughing میشه که longing شما نویسین laughing. خب پنجم جواب دادن. ششم معنیش خیلی است که آیا من در کرسی تو نشستم. من خب شیشتم. خیر است انشاءالله. بلکسی ششم am I sitting دو تا ت میشود که بلکسی ت تکرار میشود. am I sitting on your chair آیا من در کرسی تو نشستم. مصطفی تجه are they laughing. خب sad boy 5 is it raining is it میشود که sad boy is it raining میشود. خب sad boy ششم am I sitting بله درست. دلشو تجه I'm sitting in your chair جمله سوالی است که دلشو تجه am I sitting in your chair جمله سوالی است. لکسی am I sitting بله درست شد. بله بهتر. اکنون همین جواب ها رو در خاطرتون بگیرین. اینجا کم تریگه مایده کنیم که همش دیار نمیاد در اکران. 170. خب چخیل شد. خب دیار آمده نه. خب رقم 1 با کدام توری میگیرد؟ رقم 1 با مایده شد. رقم 1 یعنی is Tom studying for the history test با کدام توری میگیرد؟ خب time is gold I am sitting sad boy یکم ب یعنی یکم با ب yes he is بله درست یکم با ب. خب رقم 2 با کدام توری میگیرد؟ یعنی is mom working today یعنی امروز مادر کار میکند. خب بلکسی یکم به درست. دل شده یکم به درست. سید بای یکم درست. خب رقم 2 ای. خب no she isn't خب درست. no she isn't درست. رقم 3 are you writing a letter تو نامه نوشته ایستاده‌ای؟ say yes I am بله درست. yes I am درست. sad boy say درست. 3a درست. دل شده جه 3a درست. sad boy a درست. دل شده جه 4c are they laughing no they aren't درست. خب پنجم sad boy 3a black c 4c sad boy 4c دلشو تجه 5f the sky is gray is it raining yes it is بله f. خب رقم 5 رقم 6 معذرت رقم 6 د بله درست بهترین. خب بهترین دوستان گرامی خب این موضوع دوام دارد. یک درس دیگه می شود این موضوع. خب در همینجا درس امروزه رو به پایان می رسانیم و یگان نفری شما یگان پیشنهاد داشته باشه یا یگان سوال داشته باشه
ё ягон ҷура мо хато карда бошем, моро ислоҳ карданӣ бошанд, бифармоед, мо гӯш мекунем. Агар ба шарте набошад, пас эфира мехоҳем қатъ кунем соати хоб ҳозир 9:53 аст соат, соати 10 эфира қатъ мекунем. Соати 10. Агар Black Sea омода бошанд, баҳо ҷамъбаст шуда бошад, агар метавонем пешниҳод кунем барои ҳамсинфотон ё барои дигар бародаро. خب 100/56 100 همه 100 امی ایمار دیر میخوان راستی همین خیلی آماده است در تلفن اگر در اکران یکون دیگرگونی نباشه اگر خب معذرت میخوایم که برادر 100 لیکن همین خیلی که آماده است همین خیلی میخوانیمش. خب مهم نیست که کی اول روی میکنه کی دیر روی میکنه، مهم که ما باید که یک چی آموزیم، یعنی مهم تمرین کار کنیم، یک چی آموزیم، یک چی یاد گیریم، یک پیشروی بشود. مثلا سید کامنتی ماده پیش ای او میبروه، کامنتی ماده پیش ای او میبروه. اکی خیلی میشه بعضی وقت مثلا در تلفن شما شاید که هم خیلی نشون دادید، من در بعضی افرای اشتراک میکنم، مثلا من روی میکنم میگم در اکران وای کامنت دیگه خیر رفتگیه، مثلا گپی مرا بعد از 2 نفر یا 3 نفر بعد میخونه، در حالی که در تلفن من کامنت پیش ای گپی وای رفتگیه، یکی وای دیگه خیر میخونه. از این فهمیده میشه که یعنی کم ترک فرق میکنن. برای چی؟ مثلا گپ کامنت های شما یک مینویسه یکی روی میکنه، شاید که 4 کس 5 کس در 1 سکند روی کردن، در 1 ثانیه، یعنی همدیگرش شاید نیم سکندی فرق کنه. با هم خاطر در این مسئله ملال نشین. خب لکسی یکی دلشوت جه good night to all. good night دلشوت جه لکسی دلشوت 27 لکسی 27 اخسر فهم ممکن بلکسی دلشوت بلکسی گفتن که دلشوت 27 خال، بلکسی 27 خال، سید بوی 20 خال، تایمز گل 10 خال، مصطفی تجه 6 خال. بهترین که باها ماها دارن ندارن یکم باها گذاری کنید بعدا جمع بس کنید افیره. خب بلکسی دلشوت باهاتون 5، اسد بای باهاتون 5، تایمز گل 5، مصطفی تجه 4. بهترین. خب دوستان گرامی تشکر به همتون برای اشتراکتان، برای دستگیریتان. خداحافظی میکنیم در همینجا. موفق و مؤید و سربلند باشین. ای مردمی بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید و سربلند باشین تا درس‌های آینده باز فردا خدا خواسته باشد در وقتی گفته شده درس آغاز میکنیم. بلکسی خداحافظ و همه شبی خوش. به شما نیز شبی خوش. good night. خب یکم کسی یکم گفتنی نداشته باشه افیل خط میکنیم به خاطر که باید که نگه ما نوشته استبدیم کامنتی ما رو نخونده. خب تمام با فکرم افیل خط میکنیم.